بسم الله الرحمن الرحیم. به اولین جلسه کلاس حرکت صفر خوش اومدید. من آذرمسا هستم و در این کلاس در خدمت شما خواهم بود. این کلاس امیدوارم که شما با برنامه کودک یا آموزش نقاشی برای کودکان زیر 3 سال یا چیزای شبیه این اجرا نگرفته باشین. اینجا ما کلاس المپیاد ریاضی رو خواهیم داشت. المپیاد ریاضی در بخش ترکیبیات. احتمالاً بدونید که المپیاد چه بخشایی داره، اما بخش ترکیبیاتش رو تو اینجا خواهیم داشت. توی المپیاد ریاضی مهمترین چیزی که میسنجن توانایی حل مسئله است. توانایی نگه داشتن نفس زیر آب یا چیزای شبیه اونو خب به طب فکر نکنم بسنجن. توانایی حل مسئله از 2 بخش تشکیل میشه. یه بخش ابزاره، شما ابزارهای لازم بلد باشین، یعنی قضیه هایی که هست و اینجور چیزا. و یه بخش هم بخش مهارت هاست، مهارت حل مسئله رو هم داشته باشین. مهارت، منظور از مهارت چیه؟ مثلا شما آشپزی رو در نظر بگیرین. شما تو آشپزخونه‌تون میتونید تعداد زیادی دیگ، قابلمه، مواد اولیه مثل روغن، نمک، خیلی چیزا رو میتونید داشته باشین، ولی لزوما با داشتن اینا نمیتونید یه قرمه سبزی خوشمزه درست بکنید. بعد این مهارت‌های لازم هست تا شما بتونید اینا رو با هم ترکیب کنید یک غذای خوشمزه رو درست بکنید. ما کاری که بیشتر تو این بخش ترکیب صفر انجام میدیم از این جنسه. ما خیلی راجع به قضیه ها صحبت نمی‌کنیم، بیشتر راجع به مهارت ها و توانایی ها صحبت می‌کنیم. مثلا مثل چی تو المپیاد ریاضی خود چه مهارت های مهمه؟ خب منظورم از مهارت توی حل مسئله چیه؟ مثلا یکیش میتونه مهارت الگویابی باشه، یعنی که شما بتونید یه الگوی خاصی رو توی مسئله ببینید. شاید مستعجب بشه، بعدا میبینیم اینا. توان استدلال باشه، استدلال درست ریاضی یا اثبات ریاضی، بتونید دیگه حرفی که میزنید و درست حسابی ثابت بکنید. خب بریم سراغ اولین سوال اولمون رو ببینیم با هم دیگه چیه. شما بهتون میگن که 300 میلی لیتر آب بریزین توی ظرفی، یعنی یه برنج فرض مثلا برای خیسوندن برنج و 300 میلی لیتر آب بریزین توی ظرفی که توش برنج هست. چیا در اختیار دارین؟ خب تا یه شیر آب در اختیار دارین. الان من این شیر آب واسهتون نقاشی کنم. خب اینجا خب بخش آموزش نقاشی، بچه زیر 3 سال میتونن این بخش رو ببینن. این شیر آب بسیار قشنگ و زیبا من کشیدم. این شیر رو اینم آب میاد بیرون. یه دونه فنجون داریم ما، یه فنجون خوشگل داریم اینجا. حالا خیلی سخت نگیرین. این فنجونه 400 میلی لیتر حجم داره کلا و یه تنگ خوشگلی هم داریم. به یه رنگ دیگه بکشیم تنگو. تنگ بنفش داریم اینجا، یه تنگ بنفش داریم به این شکل. خب دستش هم خیلی باشه. خب میدونن که الان از نقاشی زیبای من کلا به وجد اومد. این حجم اینم 900 میلی لیتر. یه جز اینا چیزی نداریم، یعنی اینکه خب 300 میلی لیتر خودش حجم داشت. خب این ظرف رو میگرفتیم زیر این شیر پرش میکردیم، توی اون پرش میکردیم، بعد آب رو خالی میکردیم توی اون ظرفی که قراره آب برنج رو خیس بخورن. خب چنین ظرفی رو الان ما نداریم. همچنین احتمالاً هم شما پارچه خونتون یا
فنجونا تو مدرج نیستن که مثلا ببینید که درجه بندی شده. پس سوال اینه که شما با این دوتا ظرف چی جوری میخواید این کار انجام بدین؟ چی جوری؟ چگونه؟ به کمک این سه شی، یعنی این سه شی خب فکر کنم معلوم باشه سه شی اینا چه 1 2 3 300 میلی لیتر آب بریزین توی ظرف برنج که قراره خیز بخوره. خب رو این سوال فکر کنید، ببینید حتما میتونید حلش بکنید. خب امیدوارم که سوال حل کرده باشید. ما گفتیم که یه ظرف 400 میلی لیتری داشتیم، یه ظرف 900 میلی لیتری. یه کارهای زیاد نمیشه کرد برای اینکه شما 300 میلی لیتر آب بریزین توی ظرف. یکیش این که شما میتونید اول یه 400 میلی لیتر فرض کنید مثلا این پارچه‌تون رو بکشن، پارچه خوشگلی که داشتیم و دوباره از اول میکشن. قبلا بگم دایره بود، الان فرض کنید این پارچه دیگه مشکل خاصی باش نداره، اونجا نشه باشه. این پارچه‌مونه. قبل یه کاری که میتونیم بکنیم اینی که با اون فنجون 400 میلی لیتری که داریم پر آبش کنیم باشید، بریزیم توش 400 میلی لیتر. بعدش الان 500 میلی لیتر خب خالی داره، دوباره یه 400 میلی لیتر آب میریزیم توش. الان چقدر خالی داره؟ 100 میلی لیتر خالی داره. خب دوباره فنجون رو پر از آب بکنید 100، بعد انقدر بریزین تا این پر بشه، تا پارچتون کاملا پر بشه. الان اینجا آب ببینید، تا جایی که این سرش اینجا آب میبینید. الان این فنجون مفروضتون که حالا الان رنگش عوض شده به این شکل، اینم دستشه، الان چقدر توش آب داره؟ خود 400 میلی لیتر توش گنجایشش بود، 100 میلی لیتر ریختیم توی پارچ. الان چقدر توش آب داره؟ الان این آبش باشه 300 میلی لیتر. خب پس مثلا حل شد دیگه. شما الان 300 میلی لیتر رو میریزین توی ظرف برنج و مسئله به صورت کامل حل میشه. این از قسمت اول. قسمت دوم بهتون میگم، ولی خب فکر میکنید برای جلسه بعد ما حلش میکنیم. خب ما یه شیر آب داشتیم، وسایلی که داشتیم دور از اول ممکن یه شیر آب داشتیم، یه دونه پارچ داشتیم و یه دونه فنجان. علاوه بر اینا یه ظرف بزرگ سرکه داریم، یه ظرف بزرگ سرکه که میتونه خیلی سرکه داشته باشه هر چقدر دلتون خواست. و همچنین یه قاشق هم داره. این قاشق چیکار میکنه؟ این که مثلا توی ظرف هم سرکه بریزین هم آب بریزین و با این قاشق بتونید هم بزنید. این وظیفش هم زدنه در واقع. چشیدن هم میتونه باشه ولی خب خیلی احتیاج نداره به این خاصیتش. خب هدف چیه؟ هدف اینه که شما یه محلول 3/8 از آب و سرکه‌تون درست کنید. محلول 3/8 از آب و سرکه یعنی چی؟ یعنی که در واقع 3/8 آب باشه، یه محلولی درست کنید 3/8 آبه، 5/8 سرکه است. مقدارش هم اهمیتی نداره، یعنی مهم نیست که این محلولتون چقدر، مقدار اهمیت نداره، ولی باید 3/8 آب باشه، 5/8 سرکه.
روی این سوال فکر کنید. بعدش جلسه بعد راجع به این سوال با هم بحث کنید. فعلا خداحافظ.